به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی بسیار زیبا و بسیار قدیمی شروع میکنیم. برباد رفته، نویسنده مارگارت میچل و ترجمه پرتو اشراق هستش که در اختیار منه. این کتاب بسیار قدیمیه و فکر میکنم که خیلی هاتون این کتاب رو خونده باشین و فیلمش رو هم دیده باشین. این کتاب 3 جلد هست و خیلی زیاده. برای همین من ابتدا کلامی در احوال نویسنده رو شروع میکنم بخوندن که مختصری از داستان برباد رفته رو توی این کلام نویسنده آورده. امیدوارم که خیلی خیلی خوشتون بیاد و خاطرات سالهای خیلی دور شما براتون زنده شده باشه. با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. کلامی در احوال نویسنده. در رهگذر باد. اسم من مارگارت میچل است. میخواهم در مجله شما کار کنم. دوست دارم خبرنگار بشوم. این سخن از دهان دختری کوچک اندام و ظریف، موخرمایی و آبی چشم درآمد که مقابل میز آنگوس پارکرسون سردبیر مجله آتلانتا ساندی ایستاده بود. در آن ایام رسم نبود زنان اینطور جسورانه و رک و راست صحبت کنند. زنی که صاف و پوستکنده آرزوهای خود را به زبان می‌آورد سبکسر و جلد به شمار می‌رفت. ولی آن دختر کوچک اندام وقاری داشت که این وصله ها به او نمی چسبید. از نگاهش صداقتی می تراوید که همه را تحت تأثیر قرار می داد و رام می کرد. تازه به 22 سالگی قدم گذاشته بود. در خانواده شریف و خوشنام زاده شده بود. نخستین درس‌های زندگی را از پدرش که وکیل محترمی بود آموخت. آقای جورج بنجامین میچل پدر مارگارت را مدافع بیچارگان لقب داده بودند. موکلانش کارگران ضعیف و فقیری بودند که مورد ظلم و جور کارفرمایان قرار می گرفتند و بیدلیل اخراج می شدند. و چون پول کافی برای استخدام وکیل نداشتند، پرسان به دفتر وکالت مدافع بیچارگان می آمدند. وقتی مارگارت به مدرسه قدم گذاشت، دائما از پدر می شنید که کتاب بخوان دختر جان، تاریخ بخوان، دست، قلب و فکرت را به کاوش بیانداز. از همین کاوش هاست که نقش انسان بر عرصه زمین جاوید می شود. تاریخ بخوان که رگ حیات تمدن ماست. این حرفها گرچه در آن زمان خارج از فهم کودکانه او بود، اما در اولین سالهای نوجوانی بر اساس آنچه از گفته‌های پی در پی پدر درک کرده بود، یکی از اعضای دائمی کتابخانه عمومی آتلانتا شد. از دبیرستان که درآمد، مدتی در کار وکالت به پدر کمک کرد. دفتر او را سر و صورت میداد و برای مراجعه کنندگان وقت ملاقات میگذاشت. قرار بود به کالج کالامیتی آتلانتا برود، اما سال بعد مرگ ناگهانی پدر همه چیز را به هم ریخت. مادرش 3 سال پیش فوت کرده بود و اینک تنها و بیکس به آینده نامعلوم مینگریست. به این ترتیب با هراس از آینده اولین پیشنهاد ازدواج را بدون معطلی پذیرفت، به این امید که مأمنی استوار بیابد. اما امیدهایش در همان اولین قدم به تاریکی گرایید. شوهرش میک کامینگز مردی بی‌لیاقت، فاسد و بی‌مسئولیت بود. ازدواج 10 ماه پیش نپایید و تنهایی و هراس باز از راه رسید. راه حل این بود که شغلی پیدا کند تا به زندگی سر و سامانی بدهد. یکی از دوستانش گفت تو که استعداد نوشتن داری، چرا سری به آتلانتا ساندی نمیزنی؟ امتحان کن، ضرر ندارد. آنگوس پارکرسون در حالی که روی صندلی بزرگ و گردانش به چپ و راست میچرخید، نگاهی دقیق به قد و بالایش انداخت
و چون آن روز از دنده راست بلند شده بود لبخندی زد و گفت خب خانم کوچک، امروز من سرحالم، بدم نمی آید فرصتی به شما بدهم. 12 دسامبر 1922. پارکرسون پس از لحظی سکوت ادامه داد حقوق شما هفته‌ای $25 است. توقع دارم ساده و روان بنویسید. مطالب بکر رو تازه پیدا کنید، تقلید نکنید، ادا در نیاورید. 6 ماه به شما فرصت می‌دهم. اگر موفق شدید که هیچ، اگر نشدید عذرتان را خواهم خواست. 2-3 ماه بعد آقای پارکرسون فهمید خبرنگار استخدام نکرده بلکه به یک گنج دست یافته. حالا بهترین خبرنگار سراسر ایالات متحده عضو تحریریه‌اش بود. از غرور سر به آسمان می‌سایید. بعد از آن که مارگارت اولین گزارش خود را درباره کارگران مهاجر ایتالیایی تهیه کرد و روی میز سردبیر گذاشت، به اتاق خود بازگشت و به انتظار نشست. ساعتی بعد پارکرسون ضربه‌ای به در کوفت. وارد شد و نگاهی به دختر کوچک اندام که پشت میز بلندی نشسته بود انداخت. پوکی محکم به سیگار برگ کلفتش زد و گفت فکر می‌کنم این میز کمی برای شما بلند است. شاید اگر مسلط بنشینید هیجان انگیزتر خواهید نوشت. بعد عینکش را ته دماغش هل داد و خارج شد. چند دقیقه بعد نجاری با اره از راه رسید و پایه‌های میز را به اندازه 10 سانت کوتاه کرد. مارگارت خبرنگاری بود که خوب و ساده اما هیجان انگیز می‌نوشت. عنصر خیال را به پرواز وامی داشت و از آنجا که تاریخ زیاد خوانده بود بیخوبان هر ماجرایی را بیرون می‌کشید و به سوابق تاریخی وقایع اشاره می‌کرد. درباره همه چیز می‌نوشت. برایش فرقی نمی‌کرد از ییلاق رفته‌های یکشنبه و حوادث ایالتی تا سیاستمداران و سیاه‌پوستان و مهاجران و تئاتر و سینما و موسیقی گزارش‌های خواندنی تهیه می‌کرد. هنوز مهلت 6 ماهه به انجام نرسیده بود که ستاره درخشان تحریریه شد. یک روز که به مؤسسه صنعتی جورجیا فوور رفته بود، او را به دفتر مردی به نام جان مارچ، رئیس روابط عمومی راهنمایی کردند. این مؤسسه در امور ارتباطات فعالیت می‌کرد و دستگاه‌های مکالمه راه دور می‌ساخت. اخیراً در کارخانه مذکور مسائلی پیش آمده بود. اختلافاتی میان کارگران و مدیران به وجود آمده بود. اعتصاباتی صورت گرفته بود و پای بعضی رشوه‌خواری‌ها و زدوبندهای پشت پرده به میان آمده بود. اتحادیه کارگران ایالت دخالت کرده بود و نام بعضی مقامات شهرداری و تعدادی مشاوران فرماندار در زمزمه‌های درگوشی برده می‌شد. جان مارچ با لبخند او را در دفتر خود پذیرفت و گفتگوها آغاز شد. وقتی از دفتر روابط عمومی بیرون آمد، دنیا در نظرش تغییر کرده بود. جان مارچ مردی سلیم النفس، خوش صحبت و جذاب بود و مهمتر اینکه همسری نداشت. ملاقات‌ها چند بار دیگر هم تکرار شد و سرانجام در 4 جولای 1925 به ازدواج منتهی گردید. زندگی مشترک در آپارتمان کوچک آقای مارچ واقع در خیابان سارجنت شماره 17 آغاز شد. تقریباً 1 سال از ازدواجش می‌گذشت که یک روز در ماه می 1926 به دفتر پارکرسون وارد شد و استعفانامه خود را روی میز گذاشت و به عنوان توضیح گفت من ازدواج کردم و حالا شوهر دارم. هر زن شوهردار بیش از آنکه شاغل باشد خانه‌دار است. اکنون من خانم جان مارچ نامیده می‌شوم. پارکرسون گفت یعنی دیگر نمی‌خواهی پیش ما کار کنی؟ چرا؟ خیلی از زنان کار می‌کنند. ربطی هم به زندگی مشترکشان ندارد. نکند از حقوقت راضی نیستی؟ اگر اینطور است می‌توانم هیئت مدیره را راضی کنم هفته‌ای
$50 بدهند. من بهتر از تو نمیتوانم پیدا کنم. کمی فکر کن. زود تصمیم نگیر. اگر پیش ما بمانی آینده خوبی داری. میتونی وارد سیاست بشی. نماینده کنگره بشوی. سناتور، شاید هم فرماندار. شرایطش را داری. امریکا سرزمین رویاهای رنگارنگ است و تو خبرنگار خوشنامی هستی. سر و زبان هم که داری. چند سال دیگر دندان روی جگر بگذار، موقعیت اجتماعی خوبی پیدا می‌کنی. خیلی‌ها از خبرنگاری به مقامات بالا رسیدند، مگر تو چه از آنها کم داری؟ این حرفها مردی نداشت. گرچه از سر علاقه گفته میشد، مارگارت البته بدون رویا هم نبود. اما نه از آن دست که پارکرسون میگفت. جنون نوشتن داشت. تصمیم گرفته بود به هر قیمت که شده رمانی بنویسد. کسی خبر نداشت که رمانی تا نصفه نوشته و رها کرده و رمان دیگری را به پایان برده و در سطل آشغال انداخته. از آنچه نوشته بود خوشرو نبود، چیز کاملتری می‌خواست. در ذهنش دنبال یک شاهکار می‌گشت. در تابستان 1926 کتابخانه عمومی آتلانتا خانه دومش شد. هر شب تعدادی کتاب زیر بازوان ظریفش می‌گرفت و به خانه می‌رفت. دوستانش که به سلام کردن و جواب نگرفتن عادت کرده بودند، می‌گفتند هر وقت توده‌ای کتاب را توی خیابان کارنگی در حال عبور دیدی، عصر خیر بگو و مطمئن باش که به مارگارت سلام کردی. از پاییز به بعد حمل کتاب را کنار گذاشت. پایش درد گرفته بود، همان پایی که در 12 سالگی هنگام سقوط از اسب ضرب دیده بود. پزشکان نظریات متفاوت می‌دادند. یکی گفت واریس گرفته‌ای، دیگری گفت نه روماتیسم است. دست آخر هم گفتند بیماری استخوان است. نتیجه این شد که هفته‌ها در بستر خوابید. گفتند پایش باید بی حرکت باشد و گچ گرفتند. در این دوره بحرانی کار حمل کتاب را شوهرش جان بر عهده گرفت. غروب که از کار برمیگشت، سر راه به کتابخانه میرفت و کتابها را کور میکرد و هنهن کنان به خانه شماره 17 خیابان سارجن میبرد. یک بار که از این بارکشی‌های اجباری به تنگ آمده بود، غرغر کنان گفت پگی، عوض اینکه بشینی و کتاب‌های دیگران را بخوانی، بهتر از خودت یک کتاب بنویسی. مارگارت لبخندی زد و گفت ممکن است تعجب کنی. مدتی است دارم همین کار را می‌کنم. به سنت‌های خانوادگی توجه داشت. ساده می‌نوشت و درباره مکان‌ها و حوادث دقت عجیبی به کار می‌برد. دلش می‌خواست نثرش روان و دلنشین باشد. مایل بود روشی برگزیند که خواننده میان خود و قهرمان کتاب فاصله ای احساس نکند. از استعداد خود با خبر بود. از آن پس در آن اتاق کوچک پشت میز خیاطی پای شکسته‌ای که بین دو پنجره قرار داشت می‌نشست. قلم به دست می‌گرفت و از صبح تا غروب تا وقتی جان به خانه برمیگشت می‌نوشت. بعد شام نیز تا دم صبح به نوشتن ادامه می‌داد. قواعد رمان نویسی را به هم ریخته بود. از فصل‌های وسط شروع کرد و بعد هم فصل آخر را نوشت. مدام پس و پیش می‌کرد، می‌نوشت و دور می‌انداخت. کتاب 500,000 کلمه برباد رفته داشت. آهسته شکل می‌گرفت. اسم خانه خود را سیلو گذاشته بود. دوستانی که به دیدارش می‌آمدند او را پشت همان میز خیاطی میان انبوهی کاغذ می‌یافتند. هنگام کار معمولاً به لباس منزل قناعت می‌کرد. از آنجا که چشمانش به نور حساسیت داشت، هنگام نوشتن چتری سبز می‌گشود و از بازتابش بهره می‌برد. روزی به صرافت افتاد که برای رمانش تنها کیفیت ادیبانه کافی نیست. لازم دید که حوادثی از جنگ نیز به آن بیفزاید. از آن پس کتاب‌ها تبدیل به روزنامه‌های قدیمی شد. نسخه‌های مربوط به 90 سال پیش را از کتابخانه کرایه می‌کرد. کشان به منزل می‌آورد. ساعت‌ها ورق می‌زد و یادداشت برمی‌داشت.
با خط ریز تنگ هم می‌نوشت. صفحات را چنان پر می‌کرد که جای خالی حتی برای یک واژه ساده پیدا نمی‌شد. هر وقت فصلی را به پایان می‌برد، نوشته‌ها را در پاکتی می‌گذاشت و تغییراتی را که بعد به نظرش می‌رسید روی پاکت می‌نوشت. اغلب اتفاق می‌افتاد که پشت و روی پاکت را نیز سیاه می‌کرد. در 1928 ارتفاع پاکت‌ها به اندازه میز خیاطی شد، آنقدر که میشد روی آن نشست. دوستانش همین کار را می‌کردند. هیچ یک از آنها نمی‌دانست که روی نسخه خطی مشهورترین کتاب جهان نشستند. گاهی چند پاکت را زیر پایه شکسته کاناپه می‌گذاشت که لغو نخورد. روی بعضی هم حساب و کتاب روزانه را می‌نوشت. با وجودی که خیلی سخت کار می‌کرد، وقتی هم برای مهمانی و معاشرت با دوستانش کنار می‌گذاشت. معاشرت‌هایش نسبتاً مفصل بود. بانوان آتلانتا می‌گفتند اگر می‌خواهی مهمانیت گرم شود، پگی مارش را دعوت کن. عاقبت در یکی از شب‌های بهاری سال 1929 وقتی که هراس بزرگ اقتصادی داشت از راه می‌رسید و سراسر جهان را در بر می‌گرفت، قلم را روی میز گذاشت، برخاست، خمیازه‌ای کشید و خطاب به شوهرش گفت بالاخره تمام شد. همه بخش‌های کتاب را نوشته بود، جز فصل اول را. کتاب در حقیقت هنوز شروع نداشت، اما کلیات فصل اول در ذهنش دور می‌زد. قسمت‌هایی هم بود که باید تغییر می‌کرد. هنوز 3 سال دیگر کار داشت. در این احوال کوه پاکت در سراسر خانه روی هم انباشته شده بود، آنچنان که راه عبور را تنگ کرده بود. چندی بعد از سیرک خداحافظی کردند و به خانه بزرگتری در خیابان سانست شماره 4 نقل مکان نمودند. پاکت‌ها را نیز همراه بردند و همه را که به قول خودش قابل چاپ نبود در گوشه‌ای انبار کردند. با وجودی که کتاب را قابل چاپ نمی‌دانست، برای تکمیل آن از صبح تا شب کار می‌کرد. فقط گاهی برای هواخوری با اتومبیلی که تازه خریده بودند ساعتی به گشت و گذار می‌رفت. در یکی از همین فرصت‌های تفریحی بود که حادثه‌ای به وقوع پیوست و این بار از ناحیه کمر صدمه دید. کامیونی با سرعت به اتومبیل کوفت. ماشین مرا چون تکه حلبی مچاله کرد و ستون فقرات هم صدمه دید. ماها کرست آهنی پوشیدم اما بیفایده بود. کارم به جراحی کشید. درد می‌کشیدم اما هیچ وقت آخ نگفتم. سال 1935 آغاز شد. جان و پگی مارش زوج خوشبختی بودند که مثل دیگران کریسمس را جشن گرفتند، در حالی که تقدیر نقش دیگری داشت. مردی که مقدر بود تغییر دهنده سرنوشت باشد، هارولد لاتام نام داشت. هزاران مایل دورتر زندگی میکرد. لاتام معاون بنگاه مکمیلان بود، مؤسسه انتشاراتی بزرگی که در سراسر جهان شهرت داشت و نویسندگان حتی نامداران دنیای ادب حاضر بودند هر کاری لازم بود بکنند تا مورد لطف مدیرانش قرار گیرند. لاتام مرد دانش آموخته‌ای بود، با ادبیات آشنایی کامل داشت و رمان خوب را با شامه تند و تیزش از دور تشخیص می‌داد. چشم و گوش گسیل می‌داشت تا بروند و استعدادهای جدید را کشف کنند. یک روز یکی از همین مشاوران به دفترش آمد و گفت: خبر دارم در آتلانتا زنی گمنام به نام مارگارت میچل کتابی نوشته. این کتاب را البته هیچ کس جز شوهرش نخوانده، ولی اگر نوشتنش هم آنطور که میگویند مثل حرف زدنش باشد، میتوانم بگویم کشف مهمی کردم. لاتام سوالی نکرد، ولی شامه تیزش به کار افتاد. فکر کرد اگر نصف این حرفها هم درست باشد، به گنجی پنهان دست یافته. این بود که بدون سر و صدا بار سفر بست، سوار قطار پاسیفیک جنوب شد و در 25 فوریه 1935 به آتلانتا رسید. ساعت 10:30 شب زنگ خانه مارگارت را به صدا درآورد. مارگارت گفت: کیه این موقع شب؟
جان گفت وقتی باز کنیم میفهمیم و به سوی در رفت. پشت در لاتام ایستاده بود. کلاه از سر برداشت، تعظیم کوتاهی کرد. ببخشید میدانم موقع مناسبی نیست. اسم من هارولد لاتام است. درست آمدم؟ اینجا منزل خانم میچل است؟ جورج به دقت سراپای لاتام را برانداز کرد و گفت البته درست آمدید، ولی خانم میچل استراحت می کند. صدای مارگارت به گوش رسید. جورج عزیزم کی بود؟ به جای جورج لاتام جواب داد. با صدای بلند گفت من هستم خانم میچل، هارولد لاتام. ممکن است چند دقیقه وقتتان را بگیرم؟ زیاد مزاحم نمی شوم. بعد از نوشیدن قهوه دیر وقت لاتام گفت من از خیلی ها شنیدم که شما کتابی نوشته اید. میخواستم افتخار خواندنش را داشته باشم. ما در بنگاه مکمیلان دنبال استعدادهای تازه میگردیم. مارگارت گفت دروغ میگویند، من اصلا نوشتن بلد نیستم. لاتام در خاطراتش نوشت نویسندگان معروف برای دیدن من پشت در اتاقم ساعتها انتظار میکشیدند. حتی یک لبخند خوشحالی من برایشان افتخار بزرگی بود. چه رسد به اینکه با چاپ کتابشان موافقت میکردم. ولی این خانم به من بی‌اعتنایی کرد. در واقع عذرم را خواست و من آن شب بعد از 1 ساعت چانه زدن دست از پا دراستر به هتل برگشتم. وقتی به خواب رفتم خیلی عصبانی بودم، اما صبح که بیدار شدم دستم بی اختیار به سوی تلفن رفت. به تلفن چی گفتم؟ منزل خانم میچل را بگیر. گفت منظورتان خانم ماش است؟ مکالمه من با مارگارت به همینجا ختم نشد. اصرار من چند بار دیگر تکرار شد و انکار او. عاقبت یک روز که او و شوهرش را در رستوران هتل به نهار دعوت کرده بودم، مارگارت گفت مرا از رو بردی هارولد. از جان من چه می‌خواهی؟ بعد با خشم از جا برخاست. سوار اتومبیلش شد و رفت. نیم ساعت بعد کوهی پاکت جلوی پایم ریخت. از فرط عصبانیت و شتاب فراموش کرد پاکت‌هایی را که در توالت یا توی قفسه لباس چیده بود همراه ببرد. آنچه لاتام با خود برد بخش‌های پراکنده‌ای از اینجا و آنجای کتاب بود. هنوز 1 روز از بازگشتش نگذشته بود که تلگرافی از مارگارت به این مضمون رسید: آقای هارولد لاتام، بنگاه مکمیلان، شیکاگو، لطفاً نسخه‌های خطی مرا پس بفرستید. پشیمان شدم. مارگارت مارچ. اما لاتام که در قطار از فرصت استفاده کرده بود و بخش‌هایی از دست نوشته ها را خوانده بود، چنان مجذوب شده بود که تلگراف را زیر خروارها پرونده مخفی کرد و جواب نداد. شورای ویراستاری مکمیلان که کارشان خواندن نسخه‌های خطی و اظهار نظر درباره ارزش ادبی آثار بود، وقتی پاکت‌ها را باز کردند دچار وحشت شدند، زیرا کتابی آنطور بی سر و ته هرگز ندیده بودند. کاغذها زرد شده بود، سطرها با مداد خط خورده بود و اصلاح شده بود و بعضی از فصل‌ها تکراری بود و بعضی هم از قلم افتاده بود. با این وجود آنچه در مقابل داشتن نثری شیوا، دلنشین و بی سابقه بود که هرگز به خود اجازه ندادن حتی یک واو پس و پیش کنند. آقای لاتام کتاب را برای اظهار نظر نهایی نزد پروفسور آوررد، استاد کرسی ادبیات انگلیسی در دانشگاه کلمبیا فرستاد. 1 هفته بعد نامه‌ای از پروفسور دریافت داشت. لذت بردم خیلی. کتاب مسحور کننده است. نثر نویسنده شیوا و دلنشین است. ماجراهایش نفس آدم را بند می‌آورد. این کتاب را چاپ کنید. ضرر نخواهید کرد. پیشنهاد می‌کنم اسمش را بگذارید. فردا روز دیگری است. و اما مارگارت این نام را نپسندید. در صدد یافتن نام بهتری بود. چند عنوان به نظرش رسیده بود. مثلا آنها باری غم‌انگیز بر دوش داشتند، یا مثلا سنگ میل شمار، نه در طالع ماه و از این قبیل، اما هیچ یک راضی کننده نبود. تا اینکه در اکتبر 1935 بر حسب تصادف گم شده اش را یافت. یک روز که مجموعه آثار ارنست دابسون
شاعر انگلیسی را ورق می‌زد به سطری برخورد که می‌گفت: ای روح گم شده من، خیلی چیزها را از یاد بردم، خاطراتم یکسره برباد رفته است. در صفحه 397 کتاب نیز اسکالت به نجوای درون می‌گفت: آیا تارا هنوز پابرجاست؟ شاید این کشتزار شکوهمند با طوفانی که از فراز جورجیا گذشت برباد رفته باشد. با عجله تلگرافی برای ناشر فرستاد. صبح روز بعد پشت میز صبحانه جوابی به این مضمون از لاتام دریافت کرد: 100 بار آفرین به خاطر برباد رفته. اما هنوز 6 ماه دیگر کار بی‌وقفه لازم بود. اصلاحات اساسی صورت گرفت. خط زده، دوباره نوشت، صفحات را از وسط قیچی کرد و دوباره چسبانید. فصل آخر را با تیغ تراشید و تجدید کرد. عاقبت معجزه تکمیل شد. پس از 10 سال زحمت و بیخوابی سرانجام برباد رفته به پایان رسید. آماده چاپ شده بود. سه‌شنبه 30 ژوئن 1936 برای امریکاییان روزی مثل روزهای دیگر بود، اما نه برای میچل و نه برای مکمیلان. آن روز اولین نسخه برباد رفته پس از یک دوره تبلیغات بی سابقه منتشر شد. اوایل صبح همان روز پیام‌های تبریک تلفنخانه مکمیلان را فلج کرد. در همان ساعت‌های اول 50,000 نسخه فروش رفته بود و کتاب فروشان برای دریافت نسخه‌های بیشتر به انبار مکمیلان هجوم بردند. در دنیای ادب لوکوموتیو سری و سیری به راه افتاد و برباد رفته سخن روز شد. در فاصله سه‌شنبه تا یکشنبه مطبوعات غوغا کردند. ستایش را به حد اعلی رساندند و به افتخار این رمان بزرگ و نویسنده‌اش توپ‌ها شلیک کردند. منتقدان ادبی این زن ظریف جنوبی را در ردیف تولستوی، توماس هاردی و چارلز دیکنز قرار دادند. عده‌ای هم بد و بیراه گفتند و دهان به انتقاد گشودند، اما صدایشان در میان آن همه شور و شوق خفه شد. در اکتبر 700,000 جلد و در دسامبر 1,000,000 جلد فروش رفت. در طول 30 سال تا 1965 بارها چاپ شد و تعداد نسخه‌های فروش رفته از 18 میلیون جلد تجاوز کرد. طراحان مد لباس‌های آلا اسکارلت اوهارا روانه بازار کردند و دکوراتورهای داخلی از همان کاغذ دیواری و چوب‌های کنده‌کاری که مارگارت در کتابش آورده بود به مشتریان خود پیشنهاد کردند. ناشران انجیل که رقیب سرسختی در برابر خود دیده بودند، آگهی‌های بزرگ چاپ کردند و با حروف درشت نوشتند: هنوز هم انجیل خواندنی‌تر از برباد رفته است. وضع مالی مارگارت بهبود یافت، ولی رؤسای مکمیلان نگذاشتند میلیونر شود. هرچه پول بود به کیسه بنگاه میرفت. شرارت نشان دادند، ظلم کردند، سرش را کلاه گذاشتند و سهمش را بالا کشیدند. از 25,000 جلدی که در ابتدا به فروش رسید فقط 15% دادند. هنوز 1 ماه از انتشار کتاب نگذشته بود که یک آدم زرنگ دیگر به نام دیوید سلزیک به سراغش آمد. از تهیه کنندگان به نام هالیوود با پرداخت فقط $50,000 امتیاز فیلمبرداری را دریافت کرد. 3 سال بعد فیلم برباد رفته موفقیتی بیش از کتاب به دست آورد. هر روز چند کیسه کارت تبریک و نامه برای مارگارت می رسید. اداره پست آتلانتا یکی از پستچی‌های خود را مأمور خانه او کرده بود. دید چشمانش کم شده بود. نامه‌ها را شوهرش و برادرش می‌خواندند. هنگامی که این داستان شگفت‌انگیز دنیا را روشن کرده بود، نویسنده‌اش با چشمان بسته در اتاقی تاریک می‌زیست. شایعات به سرعت رواج یافت. می‌گفتند مارگارت کور شده. مارگارت یک پایش چوبی است، فلج شده، زمینگیر شده، دیگر نمی‌بیند. قرار است پزشک مخصوص پادشاه نپال بیاید و چشمانش را معالجه کند. فقط او میتواند. و از این شایعات عجیب.
بعد از آن همه شرارت و بی‌وفایی که از جانب مکمیلان بر او وارد شد، به یکی از دوستانش گفت به قدری روحیم خراب است که نهایت ندارد. قسم خوردم دیگر ننویسم و اگر هم نوشتم برای خودم نگه دارم. دیگر نمیخواهم دروغ بشنوم. در اوایل 1937 مرهمی روی جراحاتش گذاشتند. جایزه پولیتزر به او تعلق گرفت. با این همه میلی به نوشتن احساس نمی‌کرد. میگفت برای نرفتن از راهی که یک بار رفتم حاضرم در کشتزارهای آفتاب زده جنوب پنبه چینی کنم، ولی این حس لعنتی مگر میگذارد؟ خدا میداند. شاید یک روز وسوسه شدم و دوباره قلم به دست گرفتم. اما هرگز فرصت نیافت. شروع جنگ و بیماری شوهرش مانع از نوشتن شد. اوقاتش را بیشتر در مؤسسات صلیب سرخ صرف دلداری مجروحان جنگ می‌کرد. در سازمان دفاع غیر نظامی وظایفی بر عهده گرفته بود. به سربازان امریکایی در جبهه اروپا نامه می‌نوشت، کمک‌های نقدی می‌کرد. هدیه $50,000 دیوید سلزیگ را در اختیار صلیب سرخ گذاشت. مدتی بعد همسرش مبتلا به بیماری قلبی شد تا جایی که از شغلش استعفا داد و در خانه نشست. به زحمت میتوانست تکان بخورد. پزشکان گفته بودند استراحت مطلق. مارگارت لحظه از کنارش دور نمیشد. عاشقانه پرستاری میکرد. به زودی تارهای سفید در گیسوان سیاهش ظاهر شد. پیری زودرس دردهای گذشته را به سراغش فرستاد. دردهای کهنه پا و ستون فقرات بازگشته بود. در اوایل سال 1949 شادی از دست رفته را تا حدی باز یافت. حال جان بهتر شده بود و این آرامش موقت مشهورترین زن ادبیات امریکا را به فکر انداخت. طرح 2 رمان را در ذهن داشت، یکی درباره زادگاهش آتلانتا و دیگری راجع به خودش، زندگی زنی که سالها تلاش کرده بود. به آینده امیدوار شده بود. تازه داشت قهرمانان کتاب‌های تازه‌اش را پیدا می‌کرد، اما تقدیر در پی شکار می‌گشت. روز 11 آگوست 1949 روزی داغ و نفسگیر بود. از صبح حس عجیبی به جانش افتاده بود. تصور پدر در برابر دیدگانش شکل می‌گرفت. می‌آمد و می‌رفت. خاطره او، یاد او و نوازش‌های پدرانش با خود سیل اشک آورده بود. در گرمای بعد از ظهر وقتی جان روی صندلی راحتی چرت می‌زد، اوهام به سراغ مارگارت آمد. زمزمه‌هایی که در ذهنش دور می‌زد از میان لب‌های ظریفش می‌تراوید، ترانه‌ای می‌شد و به موج گرما پیوند می‌خورد. فقط چهره من و آسمان، جهان دیگری نیست. تنها چهره من و آسمان، میان این دو فقط باد می‌وزد. نوازش‌های مشتاقانه، تنها دستی که تمام لذت را می‌آورد. افت و خیز ابدی باد. بالای سر من دنیای زندگان حضور دارد. رویاهایی که درون خود احساس می‌کنم. ازدحام احساس با بالهای از توازن رویا چیز دیگری نیست. آیا تو همان بادی که شاید بر چهره من افت و خیز دارد؟ باد بهشت با مهربانترین چهره دنیا، چهره پدر. بی‌حوصله بود. دلش نمیخواست به چیزی فکر کند. همانجا روبروی جان لم داد و خوابش درده بود. شب که از راه رسید، باد خنکی از پنجره به درون میریخت و به آتلانتای تفدیده مجال تنفس میداد. مارگارت و جان تصمیم گرفته بودند به سینما بروند. در تئاتر هنرمندان نبش پیچدری و خیابان 13 فیلم انگلیسی الیور تویست را نمایش میدادند. 20 دقیقه از ساعت 20 گذشته بود که مارگارت اتومبیل را پارک کرد، زیر بغل شوهرش را گرفت تا با هم از خیابان بگذرند. اتومبیلی ناگهان چون سائق ظاهر شد. مارگارت فریادی کشید و شوهرش را به عقب هل داد. راننده پا روی ترمز گذاشت ولی دیر شده بود. اتومبیل تعادلش را از دست داد. به مارگارت برخورد کرد و او را 10 متر با خود کشید. وقتی دکتر ادوین کولریج مصدوم را همانجا وسط خیابان معاینه کرد، گفت فقط یک معجزه میتواند
نجاتش دهد. مشهورترین زن ادبیات امریکا را با شتاب به بیمارستان گریدی انتقال دادند. همان شب خبر مثل برق به سراسر جهان مخابره شد تا 16 آگوست چشم و گوش مردم آمریکا به بیمارستان و اعلامیه‌های پزشکی بود. ساکنان آتلانتا اغلب کار خود را رها کرده بودند و شب و روز جلوی بیمارستان انتظار می‌کشیدند. چند شماره تلفن مخصوص دریافت پیام به بیمارستان اختصاص دادند. دوستان مارگارت پای تلفن به پیام‌ها و پرسش‌های مردم جواب می‌دادند و روزی صدها بار این جمله را تکرار می‌کردند: حالش خوب نیست اما هنوز زنده است. از سوی هری ترومن، رئیس جمهور وقت، هیئت مخصوص پزشکی مرکب از متخصصان مغز و اعصاب و جراحی داخلی به سرپرستی بانوی اول ایالات متحده الیزابت والاس ترومن برای نظارت و اقدامات لازم به آتلانتا وارد شده بود و هر روز یک اعلامیه صادر می‌کرد. فرماندار جورجیا مأمور شده بود کاخ سفید کنگره و سنا را در جریان بگذارد. روز 16 آگوست پزشکان پس از مشاوره طولانی تصمیم به جراحی گرفتند. این آخرین راه بود. مارگارت در اغما به سر می‌برد، اما رنگ‌ها و تصاویر در ذهنش می‌چرخید. عرصه آبی رنگی در برابر خود می‌دید. فراموشت کرده بودم آسمان، آنطور که چشمان خسته‌ام دیده بود، ناشناس، بینام و ظاهر شدی از کلام نومید و کسالتبار مسافری که من بودم، چون نقشی از تکرار برکه‌ها در دوردست آبها در رویا. اکنون آرام تو را می‌نگرم که آهسته برخاسته‌ای تا سهمت را از من بستانی، مثل گلبرگی در رهگذر باد. یکی دو بار از اغما بیرون آمد و نام شوهرش را بر زبان راند، ولی باز در سکوتی بزرگ فرو رفت. عزلت خاموشش را چیزی برهم نمیزد جز صدای زنگی از دوردست که او را به خود می‌خواند. در لحظه عاشقانه‌ای می‌زیست که در آن زندگی و مرگ برادران توأمانند. نمی‌دانست کدام مرگ است و کدام زندگی. هر دو مثل هم بودند. نفسش سنگین فرو می‌رفت و سنگین برمی‌آمد. نسیم سبکی پرده‌ای سفید ذهنش را تکان می‌داد و پنجره اتاقش یکسره گشوده می‌شد بر خلوصی به سفیدی بارش برف، به یک سفیدی الهی، به سکوتی ابدی. سرمستی بی زمان همچون بازتاب الماس، به وهمی پایدار که همیشه سفید بود، به صلحی آرام لطیفتر از پرواز سنجاقک‌های پنبه‌زار، شریفتر از خاک سرخ جورجیا. آن بیرون همه چیز سرد بود، همه چیز بوی عزا می‌داد. نخبه‌ترین خبرنگاران امریکایی در اتاق مخصوص جمع بودند. در میان ایشان فرانک دانین، دوست و همکار قدیمیش در آتلانتا، سانتی آهسته می‌گفت. لبخند معصومانه دختری را به یاد داشت به نام مارگارت مارلین میچل که چند سال با او در معروف‌ترین مجله جورجیا همکار بود. هنوز نیم ساعت از انتقال مارگارت به اتاق عمل نگذشته بود که استفان، برادر مارگارت، در اتاق مخصوص خبرنگاران حضور یافت و در حالی که فرانک را در آغوش می‌کشید آهسته در گوشش گفت: مارگارت مرد. فرانک. پیش از آنکه جراحان جمجمه‌اش را بشکافند دم درکشید و به خواب بزرگ فرو رفت. لحظه بعد خبرگزاری‌ها این خبر را به سراسر جهان مخابره کردند. مارگارت میچل، نویسنده امریکایی، در ساعت 11:59 در بیمارستان گریدی آتلانتا درگذشت. جسدش را با تشریفات مخصوص در حالی که شوهرش جان شانه به شانه همسر رئیس جمهور و سام بیکر فرماندار جورجیا پیشاپیش 500,000 تشییع کننده قدم برمی‌داشت به گورستان اوکلند انتقال دادند و به خاک سپردند. در آرامگاه خانوادگی کنار پدر و مادرش به آرامش ابدی پیوست. امیدوارم که از همین
خلاصه زندگی مارگارت میچل که در ابتدای کتاب زیبای برباز رفته آمده لذت برده باشید. این کتاب بسیار زیباست و من اگر داستان رو شروع میکردم قطعا خیلی خیلی نصفه میمون و شنیدن زندگی نامه این داستان نویس زیبای امریکایی رو به شما هدیه دادم. امیدوارم که دوست داشته باشید. حتی اگر این کتاب رو خوندید دوباره برای خودتون تهیه کنید و باز هم لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. اسکارلت و رد باتلر و خانم مارگارت میچل، از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.